من از خردی فیلم‌های تصویری رусиро тамошо мекунам ва русиро ёд гирифтам. کودکان معمولی یک مکتب معمولی روسیه. چیزی قابل توجه در این مکتب این است که در آن فرزندان مهاجران تحصیل میکنند که با زبان روسی مشکل دارند. با این کودکان هم چیزی را باید خیلی ساده کرده فهموند. رسم‌ها را باید نشان داد، بازی‌ها گذراند، فیلم‌ها را نمایش داد، یعنی همه چی را در شکل عیانی باید برایشان فهموند تا که آنها فهمند، وگرنه هم تو با گفتن آنها نمیفهمند. یک لیسه خصوصی در کراسنوگورسک، شهری در کنارهای مسکو، به کودکان مهاجران برای برطرف کردن مشکل ندانستن زبان روسی کمک میکند. برنامه ما عبارت از موضوعهای صنف‌های گوناگون است، چون در این صنف کودکان سن و سال گوناگون تحصیل میکنند. بنابراین به ما ضرور میآید وابسته به طالب علمان عمل کنیم و بعضی‌ها وظیفه‌های انفرادی میدهیم، بعضی موضوعها را یک جای دیده میبریم، مثل درس امروزه. ایده تأسیس صنف‌های علاهیده برای کودکان مهاجران به دیرکتور لیسه تعلق دارد. رستم قربتوف به خلاصه آمد که با جاری کردن اصول اروپایی تحصیل آید به مطابق سازی کودکان مهاجران از یک سو مشکل عمده حل خود را می‌یابد و از سوی دیگر لیسه برای صنف‌های پولکی خوانندگان علاوه‌ای پیدا می‌کند. این به معنای تامش صنف نیست. در آغاز این کودکان با زبان روسی گپ نمیزنند و یک میشینند و زبان روسی میآموزند. هر وقتی که آنهایی که کم و بیش فهمیش پیدا میکنند و عادت مینمایند، آنها را تدریجا به صنف‌های دیگر میگذرانیم. فرزندان مهاجران به گفته متخصصان مجبورند زبان روسی را همزمان با درس آموزند و آنها گاه قسمی از مواد تعلیمی را از خود کردن نمیتوانند. در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی مهاجران وجود ندارد. این مشکل حالا تنها با یاری اختیاریان و آنهایی که بی‌طرف نیستند تا حدی حل می شود. اگر ما کار آموزگاران کفچک را تحلیل کنیم، در اینجا معلمان عادی زبان روسی میکوشند که روسی را همچون زبان خارجی به دیگران بیاموزانند. همچنان ما معلمان زبانهای دیگر را داریم که زبان روسی را میدانند و با استفاده از اصولهای تدریس زبانهای غیر روسی را به شاگردان تعلیم میدهند. با تشبث دیرکتور این مکتب باز یک چند برنامه‌های به این مانند با سرپرستی شعبه معارف تشکیل کرده شد. در 4 مکتب کراسنوگورسک در روزهای استراحتی درس‌های علاوه‌ای می‌گذرند که کودکان از خانواده‌های مهاجران می‌توانند مهارت زبان روسی خود را صیقل دهند. پس از درس‌های معمولی خوراک نصف روزی و تنفس، آنها به ورزش، موسیقی و صنعت فرا گرفته میشن و البته همزمان زبان روسی را می‌آموزند. در دایره برنامه پرواز کودکان فن‌های اساسی و مهم را می‌آموزانند، ولی با ایجادکاری با صنف‌های دیگر مشغول می‌شوند تا اینکه آنها با سیستم مکتبی اینجا همایش یابند. یعنی وظیفه ما نه تنها آموزانیدن، بلکه مطابق ساختن با جامعه است. تعلیم برای کودکان مهاجران رایگان است. از این رو لیسه طلبه‌های صنف‌های بین المللی را از 1 تا 1.5 سال قبول می‌کند. از این بیشتر را لیسه نمی‌تواند به عهده بگیرد. در این مدت کودکان خیلی مطابق می‌شوند و می‌توانند به مکتب‌های عمومی برای ادامه تحصیل بروند. البته اگر مکتب‌های عمومی آنها را قبول کند.